چند ساکن شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند هفته گذشته پزشکان عائلوی از آنها پرسیدند که آیا می‌خواهند خود یا اهل عائلهشان واکسن ضد کووید 19 بگیرند. ساکنان گفتند به آنها وعده شده است که واکسن رایگان خواهد بود. نمایندگان وزارت تندرستی گفتند هدف از گذراندن پرسش در میان اهالی معین کردن آن بود که ساکنان تا کجا به علم ضد کووید 19 آماده اند. با گذشت 3 ماه از تصدیق اولین واکسن ضد کووید 19 در جهان و علم گرفتن ساکنان بسیاری از مملکت‌ها، هنوز هم در تاجیکستان برخی ساکنان درباره واکسن معلومات کافی ندارند. نه هیچ خیلی واکسن نمیگیریم. برای چی؟ برای اینکه امین ماندن از کرونا ویروس. نه خب ما هم حق سلامت دیدگیم گذشتگیم همش دکتر اینا نماز میرویم پرایوت کمون میکنند معاینه‌مون دستمون نمیشوان محلوقتی. از روی همون شنیدیم ما در همین تاجیکستان ما کرونا ویروس به فکرم نیست. اگر مدام که نباشد به فکرم لازم نیست همون واکسن استفاده کردن. آماده هستیم البته پیشگیری کردن در کار. چی میدونن درباره واکسن؟ اکنون هیچ چیز حوض درست دیگه هر خیلی خبرو میفهمیم یک خلاصه انیق نمیدیم لیکن باید همه گیره این واکسن را روی فهمشون. برای چی؟ پیشگیری واکسن اکنون برای پیشتر کار میکردن که یک کسلی‌های دیگر نشه، ممکن در آینده همه کسلی دیگر پخش نشود. قبلا سازمان جهانی بهداشت خبر داد که به تاجیکستان همچون عضو برنامه کوواکس در نوبت اول بیش از 730,000 واکسن فرستاده می شود. این اعم‌ها بیپول خواهند بود و باید روزهای نزدیک به کشور رسند. جمعاً تاجیکستان از سازمان جهانی تندرستی 20% واکسن ضروری را رایگان خواهد گرفت. جمال‌الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 12 فوریه در یک نشست مطبوعاتی گفته بود باقی مانده واکسن را باید تاجیکستان بخرد. اخیراً بانک جهانی برای خرید واکسن به تاجیکستان بیش از 8.5 میلیون دلار گرانت و یا مبلغ بی بازگشت داد. با وجود این معلوم نیست که چرا تاجیکستان تا به حال از واکسن های دیگری تصدیق شده به مثل فایزر خریداری نکرده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.